سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام چند مدل از رودرروهای نسخه نویسی رو براتون بگم. چیزایی هم که اینجا میگم بیشتر به درد کسایی میخوره که تازه فارغ التحصیل شدن و تازه میخوان به عنوان جی پی کار کنن و به خاطر همینم ممکنه که اولش یکم استرس اینو داشته باشن که مثلا نکنه یه وقت یه بیماری بیاد که نتونن منیجش کنن. و منم اینجا چند تا از تجربیات خودمو میگم که شاید یه اون شرایط خاص که خیلی هم نادر و مثلا ممکنه 1 در 10,000 برات پیش بیاد کمکت میکنه که هندلش کنی. خب اگه یه مطلبی رو فراموش کردی و میدونی که اگه 10 دقیقه بهت وقت بدم میتونی جوابشو پیدا کنی، من اینجا بهت یه راهکار میگم که میتونی باهاش در حد 10 دقیقه تا نیم ساعت زمان بخری و بدون اینکه بیمار بفهمه اون مطلب رو فراموش کردی براش نسخه بنویسی. و اون راهکارم اینه که وقتی که میری توی سامانه نسخه نویسی نسخه بزنی، هیچی ثبت نکنی و فقط ویزیت شد بزنی و کدی که بهت میده رو به بیمار بدی. بعدش هم تا بیمار بره نزدیکترین داروخونه و تا توی داروخونه نوبتش بشه و بخواد دارو رو بگیره حداقل 10 دقیقه زمان میبره. و تو توی این 10 دقیقه فرصت داری که یا بری سرچ کنی یا به یکی که بلد زنگ بزنی و جواب پیدا کنی و بعد دوباره بری توی سامانه نسخه نویسی و نسخه رو ویرایش کنی و داروها رو به نسخه اضافه کنی. چون وقتی یه نسخه رو ویرایش میکنی کد راهگیری اون نسخه تغییر نمیکنه و کدش دقیقاً همون کدیه که تو قبلا به بیمار دادی. دمت گرم. اما خاطره که من از این دارم، یه خانم 40 ساله‌ای بود که ساعت 1 شب اومده بود با ریتارد منس و منس نامنظم. منم براش آزمایش بتا ای سی جی رو نوشتم و ارجاعش دادم به متخصص زنان. بعد اونم گفت حالا تا میرم پیش دکتر زنان فعلا برام یه دارو بنویس. منم که واقعا نمی‌دونستم باید چه دارویی براش بنویسم گفتم که آخه نمیشه، شما باید اول نتیجه این آزمایشتون بیاد بعد اگه لازم شد دارو استفاده کنی. اونم گفت آخه من اصلا 2 ماهه که رابطه نداشتم، حالا شما فعلا چیزی بنویس تا بعدن اگه خوب نشدم میرم پیش دکتر زنان. دیگه منم دیدم اگه بخوام بیشتر از این اصرار کنم بره پیش دکتر زنان خیلی ضایع میشه و مجبور شدم که براش دارو بنویسم. نه تو باید نظر بدی، تو باید راجع به این موضوع نظر بدی. الان نظر بده الان باید نظر بده. بعد رفتم تو سیستم الکی دارویی زدم و کد دارو و آزمایشگاه رو بهش دادم. بعدش هم تا اون از اتاق رفت بیرون به یه رزیدنت زنان که باش اوکی بودم SMS دادم بیداری. اونم گفت آره. دیگه به اون زنگ زدم و اونم راهنمایی کرد که چه دارویی براش بنویسم و همونجا هم سریع تو سیستم ثبتش کردم، اوکی شد. دمت گرم آقا. اما رودرروی بعدی اینه که شماره داروخونه نزدیکت داشته باش. من خودم 2 تا خاطره از این موضوع دارم. یکیش دقیقاً اولین باری بود که شیفت جی پی خریده بودم و خودم اون موقع ماه دوم اینترنیم بود. بعد یه بیماری اومد گفت آرنج دست راستم خیلی درد میکنه. منم خواستم براش مسکن خوراکی بنویسم که یه دفعه خودش گفت فقط برام پماد بنویس. قرص مرص تو خونه زیاد داریم. منم اون لحظه اصلا مغزم قفل شده بود و هیچ پمادی به ذهنم نمیرسید. بعد اومدم زمان بخرم که شاید یه چیزی به ذهنم برسه. گفتم اجازه بدید معاینتون کنم که یه وقت مشکل روماتولوژیک خاصی نداشته باشین. دیگه تا اون لباسشو درآوردم و معاینش کردم یه 10 دقیقه طول کشید. ولی بازم هیچی به ذهنم نرسید. آخرش خیلی یه دفعه‌ای به ذهنم رسید که از داروخونه بپرسم. بعد به اون بیمار گفتم که بذاری زنگ بزنم داروخونه ببینم این پمادی که من میخوام بنویسم و داروخونه داره یا نه. که اگه داروخونه نداشته چیزی مشابهشو برات بنویسم که دیگه به خاطر یه پماد نری داروخونه دیگه. بعد زنگ زدم به داروخونه گفتم پماد برای آرتروز چی دارین؟ اونم گفت ژل دیکلوفناک داریم با آرژل. دیگه منم براش آرژل رو نوشتم و اونم به خیر گذشت. یه بار دیگه هم شیفت جی پی گرفته بودم. بعد شب یکی اومد گفت احساس ترس و اضطراب شدید دارم و اصلا احساس میکنم که دارم دیوونه میشم و از استرس نمیتونم بخوابم. بعد خودش هم اعتراف کرد که چند ساعت قبل از این داستان برای اولین بار ماشروم خورده بود. آقا غلط کردی. این چه بلایی بود بر سر ما آمد. این چه بلایی. حالا دقیقاً همین شرایط رو یکی از دوستام چند سال پیش تجربه کرده بود. البته اون با LSD اینطوری شده بود. بعدش هم رفته بود پیش روانپزشک و بهش سدیم والپرات داده بودن و خودش هم میگفت که مثل آب رو آتیش حالش خوب شده بود. منم اومدم برای این سدیم والپرات بنویسم اما اسمش یادم رفته بود. اون موقع هم که دارو رو سرنسخه مینوشتن و از این مدل ترفندا نمیشد بزنی و بعد همون لحظه دارو رو مینوشتی. منم براش تو سرنسخه کلوردیاز پوکساید و پروپرانولول نوشتم. بعد همین که طرف از اتاق رفت بیرون زنگ زدم به اون دوستم اسم دارو رو پرسیدم. بعدم زنگ زدم به داروخونه گفتم اینی که الان داره میاد داروخونه به جای پروپرانولول بهش سدیم والپرات بده. دیگه اونم اونجوری ردیف شد. برکت به خاطر همین از مملکت رفته دیگه، آخر زمان شده. اما آخرین رودررویی که میخوام اینجا بگم اینه که مجبور نیستی همه چی رو به بیمار توضیح بدی. مثلا من خودم یه بار توی شیفت سربازیم بودم و شب بود و خوابیده بودم.
و طبق معمولم داشتم این خواب ترسناک می‌دیدم. بعد دیدم دارن میزنن به در اتاقم و میگن دکتر بیا. بعد یه لحظه گوشیمو نگاه کردم، دیدم ساعت 2:30 شب و مسئول پذیرشم از 10 دقیقه قبل 3 بار به گوشیم زنگ زده بود. منم که تازه با صدای در اتاق از خواب پریده بودم یه لحظه واقعا ترسیدم. فکر کردم که شاید مثلا مریض اورژانسی بدحال اومده و منم خواب موندم. بعدش هم که استرس و تپش قلب و اینا رو گرفتم و رفتم تو اتاق، دیدم که یه آقای 50 ساله با سرگیجه اومده و کاملا هم استیبله. بعد اومدم فشارشو گرفتم که دیدم اوکیه. بعد شرح حال گرفتم، دیدم مشکل خاصی هم تو شرح حال نداره دیگه. فقط براش یه آزمایش نوشتم و برای درمان علامتی هم اومدم براش سرم و آمپول پرومتازین بنویسم که سرمو نوشتم، اما اون لحظه اسم آمپول پرومتازین یادم نمیومد. یعنی حتی یادم بود که از دسته آنتی هیستامیناست و میدونستم که اسمش هم بر وزن دیفنهیدرامینه و حتی من قبلا راجبش کلی تحقیق کرده بودم، یه ویدیو برای یوتیوب ساخته بودم، اما اون لحظه اسم پرومتازین رو یادم نمیومد که تو سیستم بزنم. دیگه اونجا گفتم ولش کن دیگه، فعلا همون کد دارو رو بهش میدم، بعدن که این از اتاق رفت بیرون میرم سرچ میکنم تا اسم پرومتازین رو پیدا کنم. بعدن که کد دارو رو به اون بیمار دادم پرسید برام چی نوشتی؟ منم گفتم که یه سرم با یه آمپول داخل سرم نوشتم. بعد گفت اسم اون آمپول چیه؟ منم گفتم آمپول مبندازول. راستم مبندازول آمپول نداره، اما به نظر خودم کار درسته کردم، چون اگه بهش راستشو میگفتم که اسم آمپول رو یادم نیومده ممکن بود که اتفاق بدی بیفته. فقط خدا برسه به دادت، خدا برسه به دادت، خدا برسه به دادت، کاری سرت بیارم اسمت بره عیادت. ولی حتی اگه توی بهترین حالت ممکنم اون لحظه اسم پرومتازین میومد تو ذهنم و بهش میگفتم که آره برات آمپول پرومتازین نوشتم، اون چه کمکی میتونست به من بکنه؟ مثلا میخواست راجع به کنتراندیکاسیونش با هم صحبت کنه، یا نه مثلا دیگه تهش این بود که بره توی گوگل سرچ کنه ببینه پرومتازین چیه، بعدم بره توی نینی سایت ببینه یکی کامنت گذاشته که خوشگلای من توجه کنن آمپول پرومتازین سرطان زاه. خوشگلای من توجه کنن